مسخره. چراغش روشنه. آخه شما زحمت میکشین پشت فرمون بشینید هر وقت گفتم استارت بزنید. چی شد پس؟ آبرو تو این محل میبرم. آی الناس، من عاشقم. این آقا به من دختر نمیده، نه خلافکارم نه معتاد. ترافیک کجا بود؟ محل کار تو همینجاست. تصادف شده بود. چرا گوشیت جواب نمیدی؟ زنگ زدی ندیدم. گوشی هم مگه چراغ چک داره؟ آره من کارم گوشی هستم. بزن واسه خاموش. زنگ میزنی که مثلا به رفیقات بگی این دختره مخ منو زد. شانت را خواستم خانم ویران شد. رفتی و درمان نبودی. بچه‌ها بیاید قبول شدید. صدای چی بود؟ تصادف بود دیگه. پس کو؟ اومده بودید تصادف ببینید؟ نه ما فکر کردیم اتفاقی برای شما افتاده. نگرانم شدید یعنی؟ بذارید نپذیرم. یعنی اینقدر مهم شدم؟ برو بابا، هر کس دیگه هم بود نگران می‌شدیم. دیوونه است. بابا صدای این بانده بود. چرا این کارو کردی؟ دیدم یه رابطه خفن و جذاب خیلی ساده داره شروع میشه. گفتم یه ذره آندرالینه چی از همونه ترشح کنیم. دیوانه. بابا وایسید شوخی کردم. خواستم ببینم چقدر واسط مهمم. هیچی. شروع یه رابطه عاشقانه. یه رابطه‌ای که همه آدما برای اولین بار تجربهش میکنن. یه حس واقعی و دلی، یه حس عمیق، بدون ضربه، بدون دوز و کلک، پر از اعتماد و حسای رنگی. ولی خدا نکنه یه طرف خوشی بزنه زیر دلش. آقای نوروزی لحظه تشریف میاری؟ این چه وضع فروشه؟ چرا انقدر فروش پایینه؟ چی بگم والا؟ اینم تلفن همراهت که تو محل کار داره زنگ میخوره. میتونم جواب بدم؟ خیلی مهمه. بفرمایید. الو. کجایی؟ چی کجام؟ استخرم دارم قدم میزنم واسه خودم. سر کارم دیگه. پس تو همون استخر انقدر قدم بزنن تا خفه شی. او اینا خیلی پررو شدی یا اصلا درک نداری. نه غذایی نه کوفتی نه دردی. همش هم که داری اذیتم میکنی. هان چیه؟ اولش اومدی اون همه ادا در آوردی. الان پررو شدم. الان اخم. الان جیزم. محسن سرت گیج رفتا. من سالها تنها بودم. اگه تو رو هم قبولت کردم واسه اینه که به دلم نشستی. من الان چیزی گفتم؟ یه جوری داری میگی کجایی انگار جز سر کار جایی دارم برم. همین الان میای دنبالم کارت دارم. نمیام نمیتونم چون سر کارم. تا دیروز داشتی. اینا واسه ادامه زندگی آدم باید غذا بخوره. غذا هم نیاز به پول داره، پولم نیاز به کار داره. باید کار بکنی، نکنی گشنه میمونی. باشه خودت خواستی. چی شده؟ نمیدونم چشه. وایسا. نگین داری چی کار میکنی؟ بیا عکس بگیر و بفرست براش. چی؟ چرا این کارو بکنم؟ بگیر. الان چی کار کنم؟ دیدی گفتم؟ بذار جوابشو بدم. نه احمق جواب ندی یا بفرما. به من زنگ زد. فقط صدا در نیاد. الو نگین خانوم چیزی شده؟ مبینا کجاست؟ نمیدونم. تا اومدم دیدم بیهوش شده و دورش پر از خشاب قرصه. کجا این الان؟ خونه
مبینا اینا؟ دیدی؟ نگین این کار آدم ضعیفه و به درد نخوراست. تو مگه ضعیفی؟ نه. خب تموم شد رفت. مهم اینه که الان تکونش دادی. خیلی یزیدی. الان بیاد چی جوابشو بدیم؟ هیچی. میگم سری انگشتامو کردم تو حلقش بالا آورد. بابا اون سیریشه تا دکتر نبره بیخیال نمیشه ها. بیا بریم بیرون بهت بگم چیکار کنی. باشه. حالا چیکار کنی؟ میشه اونجا؟ کاریت نباشه من حلش میکنم. فقط ادای بی حالا رو در بیار که حالت خیلی بده. اوکی؟ مبینا خوبی؟ چی شده؟ چیزی نیست نزدیکش نشو. خب چی خورده؟ منم نمیدونم تا دیدم دستمو کردم تو حلقش بالا آورد. بابا بذار زنگ بزنم اورژانس. بابا چیو زنگ بزنم اورژانس؟ نمیخواد. خب حداقل بگیرش ببریمش بیمارستان. نمیخواد بابا صداتو نبر بالا در همسایه ها شنیدن. مبینا خوبی؟ آره فقط یکم گیجم. چیزی لازم نداری؟ نه فکر کنم فقط یکم باید باشه دورت بگرم برو خونه یه ذره استراحت کن. فقط چیزی شد حتما به من خبر بده. باشه نگران نباش هر چی بود در آورد. الان داغی نمیفهمی چی سرت اومده دفعه بجوری باختی داری فرو میری تو بطلاقی که یه روز خودتو توش انداختی فکر کردی مثل قبلا آتیشم میخوابه منو نشناختی. وای دیدی حالشو؟ دیدی نقشمون گره؟ نقشمون نه نقشت. بچه داشت سکته میکرد. فردا سرت بابا چیزی که زیاده پسر. نگین دوستش دارم ها. ولی چی؟ هیچی. عشقم نمیدونی چقدر خستم. انگار مثل سگ کتکم زدن. چرا عشقم؟ امروز مثل اسب از مغازه تا خونتون دویدم ها. آخه ببخشید عزیزم. مهم نیست. بهتری؟ آره ولی یکم هنوز اثراتش رو بدنم هست. گیجم. آخه دیوونه کی با استامینوفون خودکشی میکنه؟ وا محسن ناراحتی الان من زندم؟ نه عشقم منظورم اینه که هیچی بابا مهم اینه که الان زنده ای. حالا فردا چی کاره ای؟ بیکارم. بیکار؟ بیکار؟ آره دیگه صاحب مغازه گفت دیگه نمیخوام بیا اینجا کار کنی. وا چرا؟ مهم نیست بابا میگردم دنبال کار. باشه ولی فردا باید یه کار مهم دارم ها. باشه چی کار؟ فردا بهت میگم. الان بگو دیگه. الکی اصرار نکن. فردا میگم. باشه ازم. کاری نداری؟ نه شاید بخیر قربونت برم خوب بخوابی. شب بخیر. هی شب طولانیه. نمیخوابه چون ذهنش درگیره که فردا چی میخوای بگی. حالا فردا چی بگم؟ بهت میگم. کجایی؟ پیش دوستم بودم دارم برمیگردم خونه. باید ببینمت. تصویر داریم؟ نه دیگه لوک میدم 2 ساعت دیگه اینجا باش. الان نمیشه بیام؟ نه باید ببینمت دیگه. چیزی شده؟ پشت تلفن نمیشه بگید؟ نه گفتم بهت دیگه باید ببینمت. چند بار میپرسی؟ سر وقت بیا. بی‌عصاب. چی میخوای بهش بگی؟ میخوام سنگامو باش وا بکنم. پروژه‌ام همه رو حواس. مثلا چجوری میخوای وا بکنی؟ میخوام بگم سر وقت بیاد سر تصویر یا کلا نیاد. خستم کرده. سیاست هم که نداری. میگی چی بگم؟ بگو میخوای که رفیقاشو به پروژه اضافه کنی اون موقع حسودی میکنه درست کار میکنه. آره فکر خوبیه. سلام. بله. چیزی شده؟ چیزی میخوری؟ نه ممنون. دعوتت کردم بگم یه پروژه داریم باید یه خانم اضافه کنیم. خب من که دورم دختر مختار نیست. خواستم بگم یکی از دوستاتو بیاری. دوست؟ بذار ببینم کیو میتونم بیارم. اوکی خوبه. همین؟ آره خب همینو تلفنی میگفتی دیگه بهم. حالا خب چی میخواستی بگی؟ خب چی بهش بگم؟ بگو ما به درد هم نمیخوریم. ما به درد هم نمیخوریم محسن. یعنی چی؟ چی داری میگی؟ بگو بیشتر از این نمیتونم توضیح بدم. نمیشه بیشتر از این توضیح بدم. بعدش چیکار کنم؟ بعدش هم بلند شو برو. بیرم؟ اگه نیاد دنبالم چی؟ اگه نیاد که چه بهتر. همینجا همه چی تمام میشه. اگه بیادم که همه چی تازه شروع میشه. خیلی آشغالی نگین. خدا وایسا ببینم کجا داری میری؟ وایسا یه لحظه وایسا. بگو. متوجه نمیشم چی شده؟ تموم بشه چون من اصلا وقت این روابط پوچو ندارم.
اگه دوستم داری واقعا پیش قدم شو. باشه قبوله، میام میگیرمت، میام خواستگاری. اینا درست بگو، خب چرا اینجوری میکنی؟ بالاخره ترفند مبینا گرفت و محسن رفت خواستگاریش. تونستن از این چالش به خوبی بر بیان و جواب مثبت و از خانواده مبینا بگیرن. بعد از عقد و گرفتن وام ازدواج، مبینا و محسن مشغول خرید جهیزیه شدن. اما یک شب شوم حروم زادا زنم رو بدید. شانت را خواستم خانم ویران شد، رفتی و درمان نبودی، دلم دیوانه شد. آسمان را خواستم بد زمین خوردم، بدان کل این شهر به جز تو شنید، گفتم بمان آخر نماندی. خسته از مردم شهر